درود فراوان بر شما، بر تک تک شما دوستان گرامی، همراهان شاهنامه دوستان ارجمند. خب با اجازه شما من کامنت ها رو میبندم و اگر اجازه بفرمایید که نشست رو آغاز بکنیم. درود دوباره میگم به تک تک شما بزرگواران، ارجمندان، شاهنامه دوستان، شاهنامه شناسان، شاهنامه پژوهان، ایران دوستان، فرهنگیان گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم دوباره. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید در دور تازه شاهنامه خوانی. به همه دوستانی که دوستان و همراهان کهن انجمن و این نشست ها بودند درود میفرستم. سپاسگزاری میکنم که در این سالها همراه ما بودند و برخی از اونها همچنان هستند. به دوستان تازه واردی که افتخار دادند و با ما همراه شدند به اونها هم درود میفرستم. سپاسگزارم. خوشحالم که در خدمت اونها هستیم، به جمع ما پیوستند. امیدوارم که این دوره‌ای هم که آغاز میکنیم به سرانجام برسه. یک توضیح کوتاهی من عرض بکنم در مورد انجمن دوستداران شاهنامه البرز یا به اختصار اشا. انجمنی است با محوریت شاهنامه شناسی و البته ایران شناسی و فعالیت‌های دیگر در کرج استان البرز. 6-7 سالی است که کوشش‌هایی رو انجام داده و ادامه می‌دهد. در این انجمن از 6 سال و 2 ماه پیش ما نشست‌های هفتگی شاهنامه خوانی رو آغاز کردیم که تا همین چند هفته پیش ادامه پیدا کرد و یک دور شاهنامه تمام شد. خب دوستان زیادی بعدها به ما پیوستند، چه در سالهای بعد چه در این ماه‌های کرونایی. از راه اینستاگرام پیام‌هایی شوق‌انگیز، مهربانانه و دلگرم کننده به من رسید که برای من خیلی خوشایند بود و دوست داشتند که نشست‌ها ادامه پیدا بکنه. دوستان انجمن هم همینطور تصمیم گرفته شد که نشست‌ها ادامه پیدا بکنه. بنده هم خب از خواندن شاهنامه که هیچگاه سیر نخواهم شد و برای بنده هم آموزنده است. همگام با شاهنامه، همراه با شما، هر بار خواندن شاهنامه نکات جدیدی برای خود بنده آموزنده داره. خب اینک دور دوم شاهنامه است. نمیدانم این دور دوم چقدر طول بکشه، شاید 5 سال 6 سال دیگرم طول بکشه. امیدوارم که شرایط به گونه‌ای باشه که به فرجام برسه، حالا چه در اینستاگرام به صورت مجازی چه به شیوه دیگری که نمی شود از اکنون تصمیمی گرفت. عرض کنم خدمت شما در مورد شیوه کار هم برای دوستانی که تازه پیوستند میخواهند بدانند که داستان از چه قرار است. کار اصلی ما خوانش و گزارش شاهنامه است، به صورتی که شاهنامه رو سعی میکنیم تا اونجایی که در توان بنده هست با توجه به نظرات ویراستار گرامی شاهنامه‌ای که از روی اون میخوانیم تا اندازه زیادی به اون نزدیک باشه، برای فهم شاهنامه گویاتر باشه و به خوانش شاهنامه فردوسی، اون چه که ما گمان میکنیم در روزگار فردوسی سروده شده، دست کم واژه‌ها، ریخت واژه‌ها نزدیک باشه و فهم بهتری رو از ابیات و داستان‌ها به ما بده. در گزارش بیت‌ها که تک تک بیت‌ها گزارش میشند، یعنی شدند، شیوهی که تا کنون داشتیم رو عرض میکنم که زین پس هم چنین خواهد بود. نکات زبانشناسی، ریشه شناسی، اسطوره شناسی، تاریخی، بحث‌های جغرافیایی تاریخی، سبک شناسی، آنچه که به تاریخ و فرهنگ ایران باستان، چه ساسانیان چه پیش از اونها مربوط است، اون جاهایی که ربطی پیدا میکنه به متون پهلوی، متون اوستایی، به اینها میپردازیم. در دایره دانش بنده با توجه به علاقه‌ای که در زمینه ایران باستان دارم به اینها میپردازیم، توجه میکنیم و در سر اونها درنگ میکنیم و بحث میکنیم. کار دیگه‌ای که ما انجام میدیم همیشه معرفی مقالات و کتاب‌ها هست. مقالات و کتاب‌هایی که به
زعم بنده مفیدند، سودمندند و راهگشاند برای فهم بهتر شاهنامه. و نظرات استادان و شاهنامه پژوهان درباره یک داستان، یک موضوع، یک واژه، یک بیت تا اونجایی که بشود باید پیشینه پژوهش رو دانست. شما که مدرس یا دانشجو هستید بهتر از من میدانید که برای فهم هر موضوعی نخست پیشینه پژوهش هایی که انجام شده در اون مورد باید درست و بسنده خوانده بشه، فهمیده بشه و یک پله افزون تر از اون اگر نظر جدیدی هست یا نقدی هست اون پژوهشگر انجام بده. در صورتی که ما اونها رو ندانیم، نخوانده باشیم، نظرات و مقالات و کتاب ها رو ندیده باشیم و همه بحث ها رو بخوایم اجتهادی و با توجه به عقل و فهم شخصی انجام بدهیم، تجربه نشان داده که راه به جای خیلی خوبی نخواهد برد و بارها و بارها ما باید چرخ رو اختراع بکنیم و کارهایی که دیگران کردن، راهی رو کوبیدند و هموار کردن، ما بخوایم دوباره پیش ببریم. و افزون بر همه اینها نظرات شخصی که داریم مطرح میکنیم. ممکن است جایی بنده نظر شخصی داشته باشم با شک یا بی شک، بی گمان، کمی مطمئن تر باشم، با شما در میان میذارم، شما هم مختار هستید به همین صورت همه این نظرات رو ببینید، گاه برداشت‌های بهتری هم میتوانید داشته باشید. و پایان هر نشست پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت. دوستانی گفته بودن که نشست‌ها طولانی نباشد که خسته کننده نشود. سعی میکنم در 1 ساعت لایو نخست من خوانش و گزارش خودم رو تمام بکنم و بعد از اون تا نیم ساعت در لایو دوم پرسش های شما یا بیانات و فرمایش های شما رو دریافت بکنیم و من بخوانم برای دیگران در جریان قرار بگیرند و اگر چیزی به ذهنم رسید عرض بکنم. کمتر از این شدنی نیست، به این جهت که به هر حال برنامه‌ریزی برای یک نشست، چه برای من چه برای شما، اون هم هفته یک نشست. شما میبینید در اینستاگرام که نشست های یک شب در میان یا حتی هر شبه هست و این که هر هفته باشد، اون هم برای شاهنامه‌ای که 6-7 سال طول خواهد کشید، اگر هر نشست ها به نیم ساعت و 40 دقیقه کوتاه بشود تا آغاز بکنیم و به انجام برسانیم زمان به پایان رسیده. اون هم برای بنده حقیرت که رود دراز هستم و معمولا زمان کم میاد، از شما پوزش میخوام. چند تا مسئله لازم و ضروری است که خدمت شما عرض میکنم. من این نشست رو مانند نشست نخستین یک ترم یا حتی نشست نخستین ترم یکی های یک دوره در نظر میگیرم، برای اینکه شاهنامه شناسی خودش دست کم از یک دوره کارشناسی یا حتی کارشناسی ارشد کمتر نیست. اگر که زمان رو هم در نظر بگیرید، وقتی که 6 سال طول کشید برای یک دوره شاهنامه، شاید به اندازه یک دوره پزشکی به درازا میکشه و به لحاظ حجم مطالب و درگیر شدن ذهن و زمان آدمی کمتر از اون هم شاید نباشه برای کسی که بخواهد واقعا در این زمینه تلاش بکنه و به جایی برسه. به خاطر همین من این نشست رو اینجورین تلقی میکنم برای بزرگوارانی که کم سن و سالتر هستند، دانشجویانی که تازه میخواهند با آشنا بشوند با شاهنامه، بیشتر برای اونا عرض میکنم. به خدمت بزرگواران و استادانی که تشریف دارن جسارت نمیکنم. عرض بنده این است که مباحث بسیار مهمی ممکن است که طرح بشود و این مباحث نیاز به این دارد که شما جداگانه مطالعه کنید. یعنی به هیچ روی گمان نکنید که هفته 1 ساعت یک برنامه ای رو میبینید، شاهنامه رو باز میکنید، نکات رو یادداشت میکنید و میخوانید و تمام شد و رفت تا هفته آینده. این خوب است و هم لذت بخش و فرح بخش است، هم اینکه آشنایی های زیادی ایجاد میکنه با شاهنامه. اما حیف است که این زمانی که شما میگذارید و زحمتی که میکشید، شاهنامه ای اگر ندارید تهیه میکنید، به اون فرجام بایسته‌ای که این حقیر مد نظرش هست شما نرسید. به خاطر همین خواهش میکنم از شما که این کار جدی و دشوار رو به عنوان یک دوره تخصصی در نظر بگیرید. هر هفته تا هفته بعد بازبینی بفرمایید. اون بخشی که خوانده شده رو با صدای بلند بخوانید برای خانواده خود، برای دوستان خود. نشست رو بازبینی بکنید یا فایل صوتی هر نشست رو ما در تلگرام میگذاریم. در هر حالتی که هستید، در هر جایی
دوست داشتید دوباره گوش بدهید. خوانش هایی که انجام میشه رو دوباره تمرین بکنید و حتی بیت ها رو دوباره تفسیر بکنید. شاید تفسیر بهتری به نظر شما برسه، یا جور دیگری بخوانید، پرسشی ها رو خبری بخوانید، خبری ها رو پرسشی بخوانید، تا اینکه ورزیده بشید و در واقع با ذهن و زبان فردوسی و محتوای شاهنامه بیش از همیشه آشنا بشید و اون موقع خواهید دید که چه جهشی در ذهن و روان شما رخ خواهد داد و چه انس و الفت بیشتری با شاهنامه پیدا خواهید کرد، برای اینکه بیشتر با اون آشنا میشید و این آشنایی به شما عشق و مهر بیشتری میده و اون دوباره کمک میکنه به اینکه بیشتر بکوشید و دانش بیشتری رو کسب بکنید. شاید برخی نشست ها رو 15 تا 20 دقیقه بنده لازم باشه به یک موضوعی زمینه‌ای درباره شاهنامه بپردازم، مثلا در مورد دست‌نویس‌ها، مثلا در مورد چاپ‌ها، مثلا در مورد زندگی فردوسی یا ساختار شاهنامه، یا مثلا درباره اسطوره چیست یا حماسه چیست یا زبانشناسی، یا هر موضوعی که ممکن است نیاز باشد که زمینه‌ای فراهم شود برای فهم بهتر نکاتی که در نشست‌ها بیان می‌شود. بسته به این که در کجای شاهنامه هستیم، یک جا ممکنه اسکندر باشه، در مورد مقدونیان و یونانیان باید سخن گفت، یک جا پارتیان، اشکانیان، یک جا ساسانیان، جای دیگری در باره چینی ها، ترک ها. به نسبت اونچه که لازم باشه، حداقل میزانی که لازم هست رو بنده خدمت شما عرض خواهم کرد. به خاطر همین ممکن است که گاهی از بیت ها جدا بشویم و دقایقی بحث های دیگری بکنیم که به نظر بنده لازم و بایسته است. عرض شود خدمت شما که نکات دیگری هم هست، عرض بکنم اینها رو، چون نشست نخستین هست اجازه بدید که من وقت شما رو در این زمینه بگیرم. اینها از نظر من خیلی مهم است. بنده از اون جهت که برای کاری که میکنم ارزش قائل هستم و یه مقدارم سختگیر و بد اخلاقم، من اینجوری نگاه نکنید شما شانس آوردید که من دست من به شما نمیرسه، از راه دورید. در دانشگاه در کلاسایی که هستم من سختگیر هستم، برای اینکه گمان میکنم که باید همه چیز جدی گرفته بشه و دانشجوها برای وقتی که خود میگذارن ارزش قائل باشه. تکالیفی هم پس این نشست‌های ما خواهد داشت. این تکالیف مهمترینش همونی بود که عرض کردم، یعنی اینکه شما به این خویشکاری و به این وظیفه شخصی برسید که نشستی منظم و مرتب و سر ساعت و با حضور ذهن و با تمرکز و آرامش، و بعد همون که عرض کردم بین هفته ها مرور بکنید، بخوانید، تفکر و تعمق بفرمایید. ترویج شاهنامه خوانی یکی از تکالیف شماست، یعنی این علاقمندی به شاهنامه رو به فرزندان خود، به اطرافیان، به شاگردان و دانشجویان خود منتقل بکنید که این بزرگترین هدفی است که برای ما ارزش داره. مقالات کتاب‌هایی که معرفی میکنم رو بخوانید. ما کوشش میکنیم در انجمن که راحت بکنیم دسترسی شما به این مقالات و کتاب‌ها رو. به کمک دوستان در اون حد که PDF داشته باشند اینها رو ما در کانال انجمن، کانال تلگرامی انجمن میگذاریم که برای شما راحت باشد. اما خود شما هم باید بکوشید و به ما یاری بدهید، مقالات خوبی رو که پیدا میکنید حتی به دست ما برسانید که ما در کانال بگذاریم، یا به صورت کاغذی تهیه بکنید، کتابخانه کوچکی داشته باشید، همه چیز مجازی نباشه. کتاب‌های خوب رو خلاصه نویسی بکنید، معرفی بکنید و برای ما بفرستید. ما حتی در کانال انجمن میتوانیم معرفی‌های خوب و نقدهای خوب رو به نام خود شما منتشر بکنیم که کار پژوهشی است، هم سودی برای دیگران دارد، هم برای شما که کمتر نوشته اید تمرین است برای نوشتن و آرام آرام وارد مقاله نویسی بشید. چه اشکال داره که بعد از یک دوره خواندن شاهنامه چرا نباید شما به یک پژوهشگر حرفه‌ای شاهنامه تبدیل بشوید و مقاله بنویسید، نقد بنویسید، معرفی کتاب بکنید. این هم نکته دیگری بود که خواستم عرض بکنم. نکته دیگر این است که مهم هست برای اینکه از آغاز باید بهش بپردازیم، اینکه از چه شاهنامه‌ای داشته باشیم. بنده بارها عرض کردم که شاهنامه‌ای که من میخوانم شاهنامه خالق مطلق است، ویرایش خالق مطلق. ویرایش نخست و ویرایش دوم خالق مطلق رو من در پیش چشم دارم. ویرایش نخست رو برای اینکه نسخه بدل‌ها یا دگرنوشت‌ها در پایین صفحه هست نگاه میکنیم ببینیم دست‌نویس‌های مختلف چه میگویند، درباره یک واژه کوچک حتی با دقت بکنیم. ویرایش دوم برای اینکه آخرین نظرات دکتر خالقی در مورد
بیت ها، واژه ها، خوانش واژه ها، حرکت گذاری ها در اونجا هست. به خاطر همین خواهش بنده این است که شاهنامه خالقی مطلق ویرایش دوم چاپ سخن رو تهیه بفرمایید. عرض کنم خدمت شما که من اینها رو همین الان خوب است که به شما نشان بدهم. خب من با اجازهتون دوربین رو برمیگردانم که فرصت خوبی است که نشان بدم. ببینید این شاهنامه استاد خالقی مطلق نشر سخن هست، 4 جلدی. ببینید در اصل این متن شاهنامه این 4 جلد هست. پیرایش جلال خالقی مطلق و تصویر جلد هم این شکلی است. قطع رقعی، البته جلد نرم و جلد سخت داره که قیمتش با هم دیگه متفاوته. و بگذارید خب الان که چنین شد متنم به شما نشان بدم که متن شاهنامه اینجوریه. پانویس نداره، توضیح نداره، گزارش نداره، فقط متن شاهنامه است. در آخرم خب نمایه و واژه‌نامه ای که بعد البته واژه‌نامه رو جدا کردن. 2 جلد پیوست این شاهنامه هست. یکیش بیتیاب هست، برای اینکه یک بیتی رو کسی از شما میپرسه یا میخواید بدانید کجای شاهنامه هست، بیتیاب به شما راهنمایی میکنه. با توجه به حروف آغازین هر بیت راحت میتوانید در هر جلدی اون رو پیدا بکنید. این بیتیاب رو هم میتوانید جداگانه تهیه بکنید. اما این 4 جلد با هم هست، یعنی هزینه‌ش رو باید با هم پرداخت بکنید. یک بیتیاب و یک واژه‌نامه که واژه‌نامه خالق مطلق لازم هست برای اینکه توضیحی است در مورد واژه‌های مهم و اینکه این واژه‌ها کجا به کار رفت. خب این در مورد متن اصلی که بنده پیشنهاد میکنم شما تهیه بکنید. این متن البته قبلا اینجوری چاپ شد، یعنی با قطع بزرگ چاپ شد، عین همون هست اما در 2 جلد قطع بزرگ. این خوبی این کار این است که حروف درشتر و صفحه درشتری دارد برای کسانی که چشم اونا اذیت میشه، اما سنگین هست، جابجا کردنش سنگین است. اما در واقع این دوتا هر دو یکی هست. شاهنامه های دیگری که باید به شما معرفی بکنم، خب شاهنامه ای که استاد خالقی مطلق در دایره المعارف چاپ کردن 8 جلدی هست. به این صورت قطع بزرگ، قطع رحلی هست و تفاوتش در این است که علاوه بر بیت های شاهنامه پانوشت داره، پانوشت های مفصلی داره که دگرنوشت ها یا واریانت ها یا نسخه بدل های هر واژه‌ای که در دست‌نویس‌ها متفاوت هست داده میشه و بیت های برافزوده که از نظر استاد خالقی الحاقی هستن در اینجا آمده. تمام شاهنامه اینجوری است. در واقع هر صفحه نصفیش پانوشت است و نصفی هم متن شاهنامه. این شاهنامه 8 جلدی استاد خالقی 3 جلد هم یادداشت داره. یادداشت های شاهنامه 3 جلد قطور که در واقع گزارش و شرح برخی از بیت ها و نتیجه گیری از داستان ها، نه همه بیت ها اما بیشتر اونها است که خیلی مهم هست و در واقع ما همیشه پیش چشم داریم. شما هم اگر که 8 جلدی استاد خالقی رو گرفتید حتما 3 جلد یادداشت ها رو هم بگیرید. خب این هم از یادداشت ها. و شاهنامه های دیگری که اگر میخواهید داشته باشید که به نظر من خوب است داشته باشید، یکیش نامه باستان استاد کزازی است، ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی. 9 جلد هست، این الان جلد 9 هست. خوبی این کار یکیش این هست که شما تک تک میتوانید تهیه بکنید، نیاز نیست همه رو با هم هزینه بکنید. نیمی از کتاب بیت ها هستند و نیم دیگر گزارش ها که هر چند بیت گزارش شده و تحلیل شده به لحاظ زبانشناسی، دستوری، گاه هم نکات جغرافیایی و اساطیری هم بیان شده. پیشنهاد بنده این است که اگر از خود شاهنامه استاد خالقی فعلا نمیتوانید استفاده بکنید، نامه باستان استاد کزازی کمک میکنه. اما خب اختلاف هایی که ما میخوانیم از روی شاهنامه خالقی رو میتوانید به اون وارد بکنید یا حاشیه نویسی بکنید. حالا ممکنه کار شما دشوار بشه اما به هر حال منظور بنده این است که
از متن شاهنامه خالقی استفاده بکنید، اما از یادداشت‌های استاد خالقی و گزارش نامه باستان استاد گزازی میتوانید استفاده بکنید. اگر هیچ کدام از اینها رو در دست ندارید و اصرار دارید که تهیه نکنید شاهنامه خالقی رو، به صورت نسبی شاهنامه‌ای رو که عرض میکنم میتوانید پیش چشم داشته باشید. مسکو، که البته مسکو رو یا چاپ اصلی روسیه که البته کم در دسترس است مگر اینکه PDF ش رو تهیه بکنید که البته پانویس‌ها و مقدماتش به روسی است، یا اون شاهنامه مسکویی که به کوشش استاد سعید حمیدیان انجام شده، چون اکثر شاهنامه‌هایی که در بازار هستند مخصوصا یک جلدی بزرگان نوشته شده بر اساس چاپ مسکو، اما غلط‌های فراوان تایپی حروف چینی داره و شما رو گمراه میکنه، نمیدانید که این انتخاب واژه در چاپ مسکو هم چنین بوده یا اینکه اینجا خطای تایپی یا حروف چینی رخ داده. به خاطر همین به هیچ وجه استفاده نکنید. یا چند جلدی که نشر قطره چاپ کرده و استاد حمیدیان انجام دادن، اون معیار ما برای چاپ مسکو است. همینطور ژول مول، البته ژول مول هم باز این اتفاق براش افتاده. خیلی از تک جلدی هایی که جلدهای زیبایی داره و حتی نقاشی های رنگی که متن زیاد بهش توجه نشده، اونم نوشته بر اساس چاپ ژول مول. چاپ ژول مول هم اعتبار نسبی داره، اما اون چند جلدی، فکر میکنم 9 جلدی که پرویز عطابکی مقدمه نوشتن و مقدمهش رو ترجمه کردن و ویرایش کردن، یه قطع کوچکی داره، حالا میارم بعداً به شما نشان میدهم. و بعد از اینها شاهنامه استاد جوینی، استاد جیهونی و مهری بهفر، اینها اعتبار نسبی دارن. خارج از اینها از شما خواهش میکنم که از هیچ شاهنامه استفاده نکنید، یعنی اگر هم دارید همون زینت بخش کتابخانه شما باشه، اما از روی اون نخوانید، به دلایلی که حالا با هم دیگه متوجه خواهیم شد که چه مشکلاتی افزون بر خود شاهنامه که مشکلات دشواری داره، ما چه دشواری های دوچندانی به خاطر خطاهای ویرایشی و خطاهای چاپی، چه در مورد داستانهای الحاقی چه در مورد واژگان غیر شاهنامه‌ای داریم که مصیبت رو برای شما و ما بیشتر خواهد کرد. نکته دیگر این که آخرین نکته‌ای که عرض بکنم خدمت شما این است که یک دفترچه‌ای داشته باشید، از این جهت که بسیاری از واژه‌ها، اصطلاحات و مفاهیم در شاهنامه‌ها شاهنامه تکرار خواهد شد و اگر اینها رو یادداشت بکنید برای شما راحت‌تر خواهد شد و با زبان شاهنامه بهتر و بیشتر و زودتر آشنا خواهید شد. مراجعه می‌کنید به اونها و متوجه میشید که بله چقدر کار راحت‌تر میشه. خب نکاتی رو که می‌خواستم عرض بکنم عرض کردم، یک 20-25 دقیقه هم طول کشید اما لازم بود. خب به خدمت شما عرض کنم که ما شاهنامه رو از دیباچه آغاز میکنیم. البته دوره هایی بوده که دیباچه خوانده نشده و از کیومرث آغاز شده، اما من در این دوره میخوام از دیباچه آغاز بکنم، هدفم دارم. این کار برای ما یک نکته منفی شاید داشته باشه و اون این است که دشوار است. دیباچه شاهنامه خیلی بحث برانگیز است، خیلی دشوار هست و تفسیرش و شرحی که داره البته موانعی در پیش داره و همینطور اینکه به لحاظ بحث‌های فلسفی، حکمی، جهانبینی خاصی که درش هست و اینکه حتی بحث‌های مذهبی، ستایش محمود و زمینه‌های تاریخی که درش میگه هم بسیار مهم و ارزشمند است دانستنش. کمک میکنه به ما برای اینکه خود فردوسی، زندگی فردوسی، ذهنش، جهانش، جهانبینیش رو بهتر بشناسیم و همین که آشفتگی‌هایی داره و دشواری‌هایی داره که جدای از شاهنامه است. یعنی ممکن است که یکی دو نشست که دیباچه خوانده میشه، کسانی که خیلی آشنا نیستند و آنچنان علاقه‌مند نیستند حتی گریزان بشن از شاهنامه و گمان بکنن که 50,000 بیت این چنین مردافکن و دشوار و فلسفی و سیاسی و دینی و مذهبی درش هست و خارج از تصور اونها باشه، در صورتی که از کیومرث که شروع میشه فضا اصلا فضای دیگری است. در واقع دیباچه رو خب مشخص است بیشتر نویسنده ها دیباچه رو پس از اتمام کار می نویسن. احتمالاً فردوسی هم پس از اینکه کار تمام شده 1 یا 2 حتی دیباچه نوشته باشه و ویرایش کرده باشه و تقدیم کرده باشه. بحث خواهیم کرد در مورد دیباچه که چرا اینجوری است، اما بسیار مهمه. از همین جهت بسیار تحریف شده
و جهانبینی فردوسی و جهانبینی ایرانی ها و شاهنامه کم و بیش توش دستکاری شده، اما ذهن و جهان فردوسی رو برای ما آشکار میکنه یک جاهاییش که این خیلی کمک میکنه برای کسایی که میخوان بدونن فردوسی چجور آدمی بوده. انگیزه سرایش شاهنامه درش میاد، نام دقیقی و ابو منصور و اینها میاد، از این نظر خیلی محتمل است. پس ازتون خواهش میکنم که این مقدار تحمل بکنید، بردبار باشید. اگر که علاقه نداشتید به بحث‌های فلسفی و حکمیش احیانا یا اسطوره شناسیش، اینها خواهد گذشت و بعد فضای شاهنامه خودش بسیار جذابتر است و به اون وارد خواهیم شد. خیلی خوب. برویم به سراغ شاهنامه. باز دوباره عرض میکنم بنده خوانشی که انجام میدم از پیرایش تازه استاد خالقی است، گرچه که ممکنه شما شاهنامه 8 جلدی رو جلوی دست من ببینید، اما اون خوانش ها رو من توی این وارد کردم و بر اساس خوانش جدید میخوانم، اما پانوشت ها رو پیش چشم دارم، جایی که لازم باشه با هم دیگه بحث خواهیم کردم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همین بیت نخستین شاهنامه یک جهان سخن داره و تقریبا می شود گفت که نیمه نخست دیباچه شرح و توضیح همین یک بیت، یعنی بسط و گسترش همین یک بیت است. بهتر است که البته چون ممکنه شاهنامه‌های دیگری داشته باشید، اینها رو من با دقت عرض میکنم شما وارد بکنید. مثلا کزین برتر، پس از کزین برتر یک ویرگول بگذارید. به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خب جمله فعل نداره. ببینید زبان شعر و زبان شاهنامه خیلی جاها اینجوری، یا شبه جمله هایی نداره یا بخشای جمله از بین رفته. در واقع ما باید اینجوری بفهمیم که فردوسی نویسنده میگوید که من کتاب خود را، این شاهنامه را، این کار بزرگ را با نام خداوند جان و خرد آغاز می کنم، که البته یک جمله میان پیوست داره که توضیح اونها هست. چرا؟ که از این جهت که اندیشه از این برتر و بالاتر نگیرد. خب نخستین کلمه بجز حرف اضافه ب، نخستین کلمه نام هست. حالا شما ببینید در همین دیباچه و در سراسر شاهنامه چقدر نام تکرار میشه و نام خیلی فراتر از اسم و واژه‌ای هست که قرارداد شده باشد برای یک کسی یا برای یک چیزی. در واقع فلاسفه در گذشته بسیار در این مورد بحث کردن و امروز هم بحث میکنن در زبان شناسی که نامها خیلی فراتر از قراردادهای زبانی هستند. به ویژه در فرهنگ ایرانی، در فرهنگ ایران باستانی، اینجا وقتی که نام گفته میشه مفهوم خیلی فراتر و بزرگی رو داره مطرح میکنه که حالا آرام آرام با هم پیش خواهیم رفت. خب خداوند واژه فارسی است که دو تا معنی میتونه داشته باشه، چون یکی از معانی اصلی خداوند صاحب و مالک است، دارنده هست. در واقع خدا به معنی صاحب و مالک و دارنده است. مثلا در کد خدا و در ناخدا که در واقع ناو خدا هست، یعنی خدای ناو، خدای کشتی، نه به معنی آفریننده یا خالق کشتی، به معنی دارنده و مالک، سرپرست و مدیریت کننده. پس خداوند هم در شاهنامه خیلی جاها به معنای صاحب و دارنده و مالک است و خیلی جاها به معنی آفریننده و پروردگار است که اشاره به یزدان میکنه، حالا چه اهورامزدا چه هر خدای دیگری. خب ببینید خداوند جان خرد میتوانه به معنای خداوندی که دارنده مالک جان و خرد هست باشد، یعنی خداوندی که تمامی جانها و تمامی خردها که در هستی هست رو او دارد و صاحب هست. میتواند به معنی آفریننده جان خرد باشد، یعنی هم میتواند ترکیب اضافی باشد هم ترکیب وصفی باشد. خداوندی که جان دارد و خرد دارد، خداوندی که آفریننده جانها و خردها هست، خداوندی که صاحب است. حالا در بسط این ابیات وقتی که پیش برویم بیشتر شما متوجه خواهیم شد.
البته بگویم که در مورد تمام مخصوصا دیباچه این بخشش برداشت‌های گوناگون در مورد این ابیات هست و هنوزم که هنوزه به اون نظر قطعی که همه بپذیرند همگان نرسیدن. اختلاف نظرهای شدیدی حتی شاهنامه شناسان در این برداشت‌ها هستن. اون چی که بنده عرض می‌کنم با توجه به دیدن بیشتر این برداشت‌ها و اون چیزی که به نظر من رسیده که درست‌تر است، پسند شخصی بنده هست که به نظر میرسه که تا اندازه زیادی درست است، اونو عرض اما به هیچ وجه مطلق نیست. خب به نام خداوند جان و خرد که از این برتر، از چی برتر؟ ببینید اگر که بخواید دقیق وارد بشوید در هر کدام از اینها چند و چون می شود کرد. اندیشه از چی بالاتر بر نمی گذرد؟ از خدا، از جان و خرد، از اینکه خداوند جانها و خردها را خلق کرده، یا از اینکه یک کاری رو با نام خدا شروع بکنیم؟ استاد خالقی برداشتشون این هست، میگویند به نام خدا آغاز کردن و نام یاد او را داشتن در آغاز کار، این بیشترین چیزی است، بهترین چیزی است که از اون بیشتر نمی شود کاری انجام داد در آغاز هر کتاب. در واقع من به نام خداوند جان و خرد این کتاب را آغاز می کنم، چرا که از این بیشتر و از این برتر و از این بالاتر اندیشه، فکر و وهم و خیال و تفکر و ایده من بیشتر از این نمی رود. و برداشت دیگر این است که شناخت خداوند و وصف خداوند بیش از این که او دارنده و مالک جانها و خردها هست نمی رود. این برداشت رو شما در بیت‌های بعدی خواهید دید و در سراسر شاهنامه در بسیاری از جاها که بحث خداشناسی می شود، حتی در 2-3 جا فردوسی پای فلاسفه رو به میان میکشه و اونها رو نقد میکنه که شما در وصف خدا و در شناخت خدا الکن و ناتوان هستید. در اینجا هم چند جای دیگه الان خواهد گفت. پس این برداشت هم برداشت نادرستی نیست که خداوندی که خداوند جان و خرد هست در همین حد که ما میدانیم و میتوانیم بشناسیم برای اینکه عقل و خرد ما کوتاه است و از اون برتر و بالاتر نمی رود. گونه خداشناسی ایرانی شیعی که ما الان که پیش بریم بیشتر با اون روبرو می شویم. در مورد جان و خرد هم که بگذارید یک نکته البته اینجا عرض بکنم، خیلی سخن میشه در مورد جان و خرد گفت. خرد منتها در ستایش خرد من توضیح بیشتری در مورد خرد خواهم داد. خرد در شاهنامه چیزی فراتر از عقل هست، شبیه عقلی است که در دوران اسلامی نامیده میشه و ما امروزه میفهمیم، اما هم با عقل کلام اسلامی و متون اسلامی و هم با عقلی که عقل مدرن هست و فلاسفه مدرن از اون سخن میگن متفاوت است و بیشتر شبیه به صوفیای یونان است. سوفوس یا صوفیا که یونانی ها مطرح میکردن، فلاسفه یونانی مطرح میکردن، عقلی که فراتر از عقل و خردی است که امروزه ما میفهمیم و در واقع جنبه های دیگری دارد که حالا ادامه خواهیم داد. نکته دیگر این است که خرد یا عقل چند مرحله و چند بخش دارد که از خرد نخستین یا عقل اول آغاز میشه، به دوم و سوم میره تا 10 گانه. این رو مفصل فلاسفه توضیح دادن. مولوی مخصوصا خیلی روی این تکیه کرده. عقل اول، عقل دوم، عقل کلی، عقل جزئی، عقل معاش، عقل الهی، آسمانی، زمینی، اینا رو تقسیم بندی میکنن. در واقع یک عقلی یا یک خردی که نزد خداوند هست، بوده پیش از اینکه جهان و جهانیان آفریده بشن و نخستین آفریده هم بوده در نزد خیلی از فلاسفه ادیان و از اون عقل‌های خرده‌تر آفریده شده و هر کدام از اون عقل‌ها هر چه که پایین‌تر آمده جزئی‌تر و جزئی‌تر و محدودتر و محدودتر شدن. این طبقه بندی و این تفسیر تقریبا برای جان هم وجود داره. جانی که در واقع میتوانیم بگوییم احتمالاً نفس هست، جانی که میتوانیم بگوییم احتمالاً روان هست، احتمالاً هستی یا موجودیت هر موجودی است. در واقع هر موجودی 2 بخش اصلی تشکیل دهنده داره، یکی جان هست، یکی خرد هست و این که
در این مصرع نخستین شاهنامه خداوند جان خرد آمده، انگار که همه هستی مینوی و گیتیک، همه هستی زمینی و آسمانی، هر آنچه که در جهان به شکل‌های مختلف نمود پیدا کرده در این دو بخش می‌گنجه و این دو بخش هم در آفرینش اصلی، آفرینش آغازین می‌گنجه. به همین صورت برای جان هم جان کلی و جان جزئی یا جان‌های متفاوت ما داریم. این نکته مهم است، برای اینکه الان ما اگر پایین‌تر برویم دوباره با جان و خرد روبرو میشیم که مرادی که اونجا از اونها میشه با این بیت اول در ستیز میفته و این باعث شده که برخی از شارحین شاهنامه فکر کنن که بیت‌ها برافزوده است یا اینکه برداشت‌های دیگری بکنن، در صورتی که تنها راه حلش همین است. الان خدمت شما عرض خواهم کرد. خداوند گیهان و گردان سپهر، ببخشید، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. ببینید چند بیتی که بعداً میاد در وصف و توصیف همون خداوندی است که در مصرع نخستین آمد. یعنی به نام خداوندی که دارنده و مالک و صاحب جان و خرد هست ما آغاز میکنیم. این خداوند خداوندی است که چنین و چنان، و این خداشناسی که در این دیباچه میاد بسیار مهم هست. از روی این خداشناسی بحث های زیاد شده که فردوسی چه دینی داره، چه مذهبی داره، چه ایدئولوژی داره، چه نوع از تشیع داره، احیانا اسماعیلیست، زیدیست، یا چه گرایشات ایران باستانی یا چه گرایشات اسلامی داره و بحث های خیلی مهمی در این زمینه شده. دوباره ببینید نام تکرار شد، نامی که عرض کردم مهم بود، ببینید در بیت دوم هم تکرار شد. خداوند نام و خداوند جای. اینجا ما خداوند رو دیگه بهتر میتونیم آفریننده بدانیم، آفریننده نام ها و آفریننده جای ها. یک دوگانه دیگری هم وسط میاد، نام و جای. اینجاست که من اون نام رو میخوام خدمت شما توضیح بدم که نام اینجا بیشتر جنبه هستی داره و ماهیت و موجودیت داره. یعنی هستی و موجودیت هر کسی گره میخوره با اون چه که روی او مینهند و نامی که روی او میگذارند و اون رو صدا میزنن احیانا. به خاطر همین خیلی فراتر از قراردادهای زبانی است و هستی و ماهیت اون. این بحث رو شما در مردم شناسی، اسطوره شناسی و در جادو بسیار میتوانید دنبال بکنید که با توجه به اینکه نام کسی رو بدانند میتوانند اون رو جادو بکنن، ضربه به اون بزنن. در نبردهایی که در شاهنامه هست گاه نام همدیگر پنهان میکنن یه پهلوان برای اینکه چشم زخم نخوره و راه نفوذ به اون پیدا نشه. نام خیلی معتبر هست برای یک پهلوان، آبرو و حیثیت او هست. مثل داستان تازیانه بهرام، برای اینکه نامش روی دسته تازیانه نوشته شده حاضره که جان خودش رو بده، اما اون تازیانه که نام بهرام روش هست به دست دشمن نیفته و حیثیت و آبروی او نره. و بحث‌های زیادی که در مورد نام شده. از این جهت این نام فقط اسم نیست، اینجا در بیت دوم دیباچه میاد خداوندی که آفریننده نام‌ها و جای هاست. جای ها یک بخش گیتیکتر و جسمانیتر و این جهانیتری به ما میده و نام یک بخش آن جهانیتر و مینویتری به ما میده. یعنی دوگانه مینو و گیتی، دوگانه برای مثال تن و روان، دوگانه زمین و آسمان، این جهان و آن جهان، ناسوت و لاهوت، که ترکیب اینها جهان رو میسازه در اینجا بیان میشه. خب ببینید مثلا هر هستی و هر موجودیتی یک نامی پیدا میکنه. اگر هستی و موجودیت نباشه نامی هم نخواهد داشت و در واقع نام از وجود یا از هستی جدا نیست. از این جهت نام به این معناست، نه فقط یک نام معمولی. و خداوند جای که البته جایگاه هست، و خداوند روزیده و رهنمایی. این روزدهی و این رهنمایی برمیگرده به همون نام و جای. به نظر میرسه که یک جور حالت لف و نشر داشته باشه. راهنمایی و راهگشایی که بیشتر جنبه اخلاقی و معنوی داره برمیگرده به نام که به هستی ربط داره، و روزیدهی که برمیگرده به زندگی روزمره و زندگی این جهانی و زنده بودن برمیگرده به جای. و در واقع اون هستی بیرونی که جای باشه با هستی درونی که نام باشه، هر دوتا با هم تمام هستی هر انسان و کل جهان رو میسازند که در واقع اینجا
این مسائل مهم هست برای وصف خداوند. چگونه خداوندی، چگونه آفریننده‌ای و چگونه آفریده‌ای، که در واقع همه اینها برمیگرده به یک جور انسان شناسی که از نظر شاهنامه مهم است. خداوند گیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. گیهان البته میتونه کیهان هم باشه، اما ریخت کهن‌ترش گیهان است. کیهان، گیهان و جهان هر سه یه واژه هستند، فقط گ و ک و ج به هم دیگه تبدیل شده و از یک ریشه از زبانهای کهن هند اروپایی که گی باشه آمده که به معنای زندگی است و این زندگی در واقع با زمین هم در ارتباط است. از این جهت شما این واژه رو در گاو، گوسفند، گوزن و از این دست داریم که اون بخش نخستینش که با گاو شروع میشه به این ربط پیدا میکنه و همینطور در گیاه و همینطور در گیتی و در زمین که گئو یا ژئو باشه. شما در ژئولوژی یا ژئومورفولوژی دارین در زبانهای اروپایی. زمین، گیاه و زندگی و جانور نخستین، همه اینها به معنای زنده بودن و زندگی است و در بخش نخستین کیومرث هم همین است، گیه مرتن. از این جهت گیهان درست. پس اون ریشه شناسی عامیانه که جهان یعنی جهنده هست درست نیست، فقط یک برداشت ادبی است. خب خداوند گیهان، خداوند جهان هستی، گردان سپهر، سپهر گردنده. همه جا در شاهنامه این ترکیبات و اصطلاحات به کار میره. گردان سپهر، سپهری که میگردد، میچرخد و متحرک است، برای اینکه در جهان شناسی باستان اینگونه بوده که افلاک و لایه‌های متفاوت آسمان ها و ستاره ها و سیاره ها در گردش هستند. حال ممکن است برای زمین سکون یا گردش هم در نظر میگرفتن، به اون کار نداریم. منظور این است که اینها در گردش و این گردش سپهر و چرخش اون تعبیر به ناپایداری و تعبیر به تزلزل و تعبیر به متغیر بودن و بی‌ثبات بودن و ناامنی شده و یک برداشت اخلاقی و فلسفی ازش شده که سراسر شاهنامه وجود داره و گردنده بودن سپهر، گردان سپهر و ترکیباتی از این جهت بیشتر با یک اشاره کنایی آشکار و پنهان از سوی شاعر داره به کار میره که جهان بی‌وفاست و ناپایداره و این ناپایداری و بی‌ثباتی رو شما در همین گردش شب و روزی که هر ساعت هر روز میبینید و هر بار به رنگی در میاد، روشن میشه، تاریک میشه، طوفان میشه رو میتوانید ببینید. و خداوندی که روشن کننده و فروغ دهنده ماه و ناهید و مهره. خب ببینید این ستا خیلی مهمن. خب خورشید ماه که همیشه مهمن. شما میبینید در اساطیر باستان در میان رودان دو تا از اجرام مهمی که همیشه پرستش میشدن خورشید و ماه بوده و بین اینا هم درگیری بوده. یعنی شهرهایی بوده در میان رودان، سومر و بابل و باستان، که خدای بزرگ اونها ماه یا سین بوده و شهر دیگری که خداش خورشید بوده و اینها معابد متفاوت داشتن و یک رقابتی هست. امروزه هم شما روی طوق مساجد به ویژه در ترکیه و جاهای دیگه ماهی میبینید با یه ستاره‌ای که ریشه در همین ادیان کهن میان رودان داره که ماه پرستی درش بوده. خب ماه روشن کننده چراغ اصلی شب است و خورشید هم که روشن کننده و چراغ اصلی روز است. امروزه ما میدانیم که خورشید نقش خیلی خیلی مهمتری داره و ماه نقش کم رنگی داره. در جهان باستان خیلی از تحرکات، رشدها، حرکت آبها، گیاهان، درختان به ماه منسوب می شده و ماه خیلی چیزی کمتر از خورشید نداشته. پس در بین 7 سیاره مهمی که در ایران باستان و حتی بعد از ایران باستان در دوره اسلامی شناخته می شده که افلاک 7گانه یا هفتان گفته می شده، مهمترین های اونها خورشید و ماه بوده و از بقیه درخشانتر زهره یا ناهید بوده. البته ترکیبی که برای اونا قائل بودن متفاوت بوده. از بالا به پایین کیوان بوده، بعد برجیس، بهرام، بعد خورشید، ناهید و تیر و پایینتر از همه ماه. یعنی ماه پایه، فلک ماه از همه پایینتره، به زمین نزدیکتره و کیوان که برتر از همه هست یا زحل یا ساترن از همه بالاتر است و به ترتیب و در بین همه اینها امروز هم که مشخصه که زهره در شب بعد از ماه از همه درخشان تره. پس 3 تا از درخشنده ترین
سیارات و ستاره ها آمده. میخوام عرض بکنم که چرا این فقط پر کردن وزن و قافیه نیست، در شاهنامه خیلی جاها اینجوری است. و نکته مهم این است که مهر که به جای خورشید داره به کار میره در ادبیات ما، در شاهنامه البته بیشتر خور به کار میره، اما مهرم خیلی واژه همون میتراست و این ایزد مهم جنگاور، ایزد پیمان ایران باستان که مهرپرستان بیشتر به اون باور داشتند، مهر بوده و همیشه مهم بوده. و ناهیت هم که اناهیتا. درسته که ممکنه اینجا اشاره مستقیمی به اناهیتا، ایزد بانو اناهیتا و ایزد میترا نداره، من این رو عرض نمی کنم، اما ماندگار شدن این نام ها و اینکه به جای نام های دیگر این سیارات و ستاره ها به کار برن و اونها مهمتر بشن در سوگند خوردن و اینکه مهمترین آفریده های خالق هستند که اینجا ذکر بشود، دلالت دیگری هم دارد که دلالتی در ادیان ایران باستان هست. پس ناهید یا زهره که در واقع اناهیتا بوده اشاره میشه. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده بر شده گوهر است. خب ببینید نام، یعنی 4 بیت نشد، ببینید چند بار واژه نام به کار رفت. اینجا نشانم میاد. الان یه دوگانه دیگه داریم، نام و نشان. نشان میبایست صفت باشه، ویژگی باشه. در واقع هر چیزی نامی دارد و ویژگی یا ویژگی هایی، هر چیزی هستی دارد و بعد صفاتی. در واقع میتوان گفت که هر موجودیتی یک جوهری دارد و عرضهایی که اون عرضها میتوانند تغییر بکنن، اما جوهر اون تغییری پیدا نمیکنه. اینجا میاد یه بحثی میکنه در مورد صفات خدا، چون میگه که اولا ز نام و نشان و گمان برتر است. ببینید اونجا خداوند نام بود، برای اینکه خداوند خالق نام بود، نه خداوندی که خودش نام داره. ببینید اینجا که این تفاوتایی که من دیدم تو شهرها این خطاها رخ میده، میگن پس چطور خداوند اونجا خداوند نام بود اما اینجا از نام برتره، پس اون بیت برافزوده است و حذف میکنن ازشان، در صورتی که اونجور نیست. اونجا خداوندی است که آفریننده نام هاست. دلیل نداره کسی که خودش آفریننده نام هاست خودش هم نام داشته باشه و صفات داشته باشه و اینکه در گمان ما بگنجه. پس این نوع خداشناسی که نام به اون شکلی که بقیه هستی دارند و خودش آفریده نداره، یعنی هستی متفاوتی داره، نشان و صفاتی آنچنان که تمام آفریده ها دارند نداره و در گمان ها، وهم ها، تصورات و اندیشه ها نمی گنجد، این خداشناسی ویژه است. خداشناسی است که تا اندازه‌ای خداشناسی غیر اسلامی و ایران باستانی است و در میان فرق اسلامی بیشتر به تشیع نزدیک است، بسیار از تسنن دور است، بیشتر به مکتب کلامی اعتزالی ها نزدیک است، از اشاعره دور است و در میان فرق مختلف تشیع بیشتر به اسماعیلیان نزدیک است، آنانی که قرمطیان گفته میشد یا فاطمیان که شما میشناسید که چه داستانی داره و میدانید که در سده های 4 و 5 و 6 قمری در ایران اسماعیلی ها دست بالا رو داشتن. بعدا میدانید که قلعه هایی دارن، دفاع میکنن، کتاب های بسیاری می نوشتن، مفاخر بزرگی مثل ناصر خسرو داشتن. به هر حال البته من نمیخوام بگم که قطعا فردوسی اسماعیلی بوده، این بحث هست، خیلی ها گفتن اسماعیلی بوده، خیلی ها هم نه. اما این اندیشه ها و این جزئیات نشانه هایی است از جهانبینی و خداشناسی اسماعیلی شیعی که هر دو، یعنی هم شیعه به معنای مذهب بزرگ و هم اسماعیلیان به عنوان مذهب کوچکی که ذیل تشیع قرار میگیرن، بیش از دیگر فرقه ها و مذاهب و ادیان به ادیان ایران باستان و اندیشه های زرتشتی نزدیکتر هستند و در واقع یک جایی ممکنه اینها با هم خطا بشه و ما زود نتیجه گیری بکنیم. از این جهت یه مقدار درنگ و تأمل بفرمایید. خب خداوندی که ز نام و نشان و گمان برتر است و نگارنده برشده گوهر است. خب این نگارنده برشده گوهر رو احتمالاً باید تنگ هم دیگه بخوانیم و بنویسیم، یعنی گوهر بالاتر رفته. این برشده گوهر در واقع صفت خداست
یا صفت آسمانه، برای اینکه در متون دیگر آمده که آسمان یک از جنس یک گوهری است. در متون پهلوی هم آمده خماهن، الماس خاصی، سنگ خاصی تراشیده شده، درخشان شده، چه شده و بالاتر از همه قرار گرفته که بالای کره زمین هست. این برشده گوهر اگر که آسمان باشه پس میشه مضاف الیه برای نگارنده میشه خداوندی که نقاش و نگارنده و تزیین کننده و آراینده آسمان است، که اینجا نگفته آسمان، گفته برشده گوهر بالاتر رفته. چرا نگارنده است؟ برای اینکه با ستاره ها و ماه و خورشید آسمانی رو که میتوانه زیبا نباشه، ترسناک باشه، سیاه باشه رو درخشان کرده و زیبا کرده و ما از دیدن اون لذت میبریم. و با بیت پیش هم که فروزنده ماه و ناهید مهر هم است متناسب است، یعنی یه جور تداعی معانی و چیزی شبیه به ابیات موقوف المعانی داره با همدیگه پیش میره. در واقع اینها کمک میکنه به فهم بهتر ما از متن، چون ما چاره ای نداریم. یکی از راههای خیلی مهم این است که خود شاهنامه رو بیت‌های بالاتر و بیت‌های پایین‌تر و داستان‌های مختلفش رو حتی از آخرین داستان‌های شاهنامه به نخستین شاهنامه رو بارها زیر رو بکنیم و با ذهن و زبان فردوسی بیشتر آشنا بشیم و حدس گمان بیشتری بزنیم که منظور چیست. چرا که زبان شاعران است، نثر نیست. این یک مرحله دشواری. 2. زبان کهن هست، زبان سده 3 و 4 و 5 هست. متن کهن است، موضوع کهن است. و فردوسی هم خیلی آدم اهل اتناب و زیادگویی و درازگویی نبوده، خیلی ایجاز به کار می برده و خلاصه می کرده و جملاتی ما می بینیم که فعل ندارن، حتی ممکنه که نهادش گم شده باشه و اینها کار دشوار میکنه و ما باید هی فکر بکنیم و حدس بزنیم و گمان داشته باشیم. خب به نظر میرسه که این تفسیر بدی نباشه که برشده گوهر رو به جای این که خود صفت خداوند بگیریم بیاییم مضاف الیه بگیریم و بگیم خداوندی که می نگارد، نقاشی میکند آسمان رو با این ستاره. خوب درست. ببینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. باز دوباره از اون اصطلاحات واژه‌هایی که عرض میکنم که یادداشت بکنید. رنجیدن در شاهنامه به معنای امروزیش، یعنی به معنای ناراحت شدن و گلایه‌مند شدن نیست اصلا. رنج به معنی کوشش و کار و تلاش است. رنجیدن به معنی کوشیدن، کار کردن و تلاش کردن است. این اصطلاحات یعنی واژه‌نامه مخصوص خودش رو داره شاهنامه، فرهنگ ویژه خود رو داره که هر چقدر اونها رو بهتر بدانیم بیتا آشکارتر و آشکارتر خواهد شد. مرنجان دو بیننده را. خب بیننده هم در واقع صفت فاعلی است، یعنی چشمی که میبیند. بیننده منظور چشم است. چشمای خودتو خسته نکن، کوشش و تلاش بیهوده نکن، چرا که نمیتوانی با چشم تن و چشم موجود، چشم بصر شما آفریننده را ببینی. با چشمهای خودت هر چقدر تلاش بکنی نمیتوانی آفریننده را ببینی. ببینید این بیت چرا اینجا هست؟ برای اینکه در واقع میخواهد جدلی بکنه با کسانی که معتقدن حتما خداوند را میتوان با چشم سر دید و اونها کی بودن؟ ارتدوکس اسلامی، یعنی اشاعره، یعنی اهل سنت، یعنی در واقع بیشتر جهان اسلام. و ستیزی که بین فرق تشیع، اسماعیلیون، اعتزالیون اینها بوده با اشاعره و با اهل سنت یک فرازهایی داشته، یک نقاط برجسته‌ای داشته. از جمله همین موضوع بحث شده در کتاب‌های مختلف در این مورد. چرا که به استناد آیه از قرآن برداشت می‌کردند که در آن جهان، در جهان دیگر انسان‌ها می‌توانند با چشم سر، با همین چشمی که دارند خداوند رو ببینند. احتمالاً در همون جوری هم که تصویر شده روی عرشی نشسته و اینها یه جور انسان انگاری، یه جور تجسم انسان انگاری. اما برداشت ایرانی ها چنین نبوده. برداشت ایرانی ها انتزاعی تر، فلسفی تر و مفهومی تر بوده و به لایه لایه بودن متون قائل بودن. از این جهت به اونها زندیک میگفتند، یعنی اهل تفسیر و اهل تعبیر که بعد به فوش تبدیل میشه زندیقه. از این جهت اینها به ویژه اسماعیلی ها معتقد بودند که و معتزله
معتقد بودند که هیچگاه و به هیچ صورتی آدمی نمیتواند خداوند رو با چشم ببیند. پس ببینید نکته مهمی است. جالب است که نظامی عروضی در 4 مقاله خودش که در واقع یکی از کهن‌ترین اسنادی است که ما داریم که درباره شاهنامه و فردوسی سخن گفته شده، البته افسانه آمیز است، مراقب باشید، اما حتما بخوانید، در اونجا همین بیت اشاره میکنه به همین بیت و میگوید که همین بیت دلیلی است بر باور اعتزالی فردوسی، یعنی شیعه بودنش به لحاظ مکتب فقهی تشیع و به لحاظ مکتب فلسفی یا کلامی اعتزالی. این دوتا خیلی به هم نزدیک بودن. اما این باور تا اندازه زیادی ایران باستانی و زرتشتی هم هست که البته این بحث دیگری است، بس پیچیده و دشواری است که نمیتوانیم ما واردش بشیم. اما این بیت رو خیلی ها این بیت و همینطور بیت های پس و پیش این داره به ما نشانه های خوبی میده. نه اندیشه یابد بدون نیز راه، که او برتر از نام و از جایگاه. دوباره تکرار میکنه. ببینید مفاهیم مختلف کلیدی داره تکرار میکنه و اینها رو به هم میبافه و یک شبکه‌ای از مفهوم ایجاد میکنه که ما اون کیهان شناسی و جهان بینی رو تا حدی البته بهش نزدیک بشیم. باز دوباره میگه که این اندیشه و این فکر و وهم و توان روحی و ذهنی انسان حتی بهش راه پیدا نمیکنه، که او برتر از نام و از جایگاه. که رو اینجا بهتره که زیرا که معنا بکنیم. باز از همون مواردی که خیلی جاهای شاهنامه که زیرا که، چنان که، چرا که، استدلالش این هست. چرا مصرع نخست رو میاره، دلیل چه هست، به چه سبب در مصرع دوم توضیح میده. زیرا که او از نام و از جایگاه برتر است و ما درگیر نام و جایگاه هستیم. او آفریننده نام و جای هست و ما محدود و محصور به نام و جای هستیم، چون انسان هستیم، چون مخلوق هستیم. اما او برتر از نام و جای هست. در نتیجه کسی که محصور نام و جای هست نمیتواند کسی رو که دارای نام و جای نیست رو بشناسه. خیلی ساده است، بس فلسفی و کلامی است، اما لب مطلب خیلی ساده است که کسی که خودش درگیر نام و جای هست و همه چیز رو با نام ها و جای ها میفهمه و میشناسه و درک میکنه و میسنجه، موجودیتی رو که فارغ از نام و فارغ از جای باشه رو نمیتوانه درک بکنه و نمیتوانه فهم بکنه. واقعیت هم هست. شما چیزی رو که نه زمان داشته باشه، نه مکان داشته باشه، نه مختصات و ویژگی های فیزیکی داشته باشه و نه حتی مینوی به اون صورتی که ما داریم رو داشته باشه و اول و آخر نداشته باشه، صفات هم نداشته باشه، رنگ و بو هم نداشته باشه، چگونه میتوانید کدگذاری بکنید در مغز خود و با استدلالات ذهن انسانی اون رو بفهمید و توصیف بکنید؟ و این مفاهیم رو جا به جا در شاهنامه اون جاهایی که لازم هست، البته اقراق و تکرار نمی، اون جاهایی که لازم هست میاره برای این که ما از یک حدی بیشتر نمیتوانیم بیاندیشیم و نمیتوانیم بفهمیم و خودمون رو خسته نکنیم و خودمون رو درگیر نکنیم. و اونجا هست که یکی دو سه باری پای فلاسفه رو وسط میکشیم که ای فلسفی دان که تو دنبال اینجور پرسش ها هستی، چه پاسخی داری؟ و همینطور در مورد تقدیر، این دوتا نکته یعنی خداشناسی و سرنوشت شناسی از نظر فردوسی پاسخی ندارن و هر کس که مدعی است که پاسخ داره بیهوده میگه. 1 ساعت من تمام شد، من دوباره برمیگردم خدمت شما.
خب درود دوباره بر شما بزرگواران. خب همونطوری که عرض کرده بودم، من سعی میکنم آدم منظم و مرتبی باشم. حتی این نشستم که نیم ساعتی رو مقدمات گفتیم و کمتر شاهنامه خواندیم رو، حتی این نشست رو هم در همون نشست نخست، لایو 1 ساعت نخست خوانش رو تمام میکنم و در لایو دوم با هم دیگه گفتگو میکنیم که در نشست‌های آینده هم همین گونه باشه. بیت 6 رو گفتید مجددا میخوانید. چشم. نه اندیشه یابد بدو نیز راه، که او برتر از نام و از جایگاه. این نکته رو هم بگم حالا که پرسیدید. ببینید باید جوری این رو ما بخوانیم که با مراد فردوسی درست در بیاد. یعنی در واقع اینجوری باید خوانده بشه: نه اندیشه یابد بدو نیز راه، جمله تمام بشه. برای اینکه خیلی جاها هست که ما منتظر یک نه دیگری هستیم، مثلا نه اندیشه یابد بدو نیز راه، نه مثلا اینجوری خواهد شد، نه اونجوری. تو زبان امروزی هم داره دیگه. اما اینجوری نیست. در شاهنامه خیلی وقتا فعل‌های منفی نهش ازش جدا میشه. در واقع اصل جمله اینجوری است: اندیشه بدو نیز راه نمییابد، نیابد. ببینید در واقع فعل ما میشه نیابد که اندیشه وسطش افتاده. اینا رو باید زیرش خط بکشید، فعل ها رو به هم دیگه بچسبانید. نترسید، با مداد توی شاهنامه هر چقدر دوست دارید خط بکشید، گناهش گردن من. نه اندیشه یابد بدو نیز راه، جمله تمام میشه. چرا اندیشه به اون راه نمییابد؟ از آن جهت که زیرا که او برتر از نام و از جایگاه است. من میگذره صحبت دوستان نمیبینم. گفته بودن کتاب معرفی بکنید. اتفاقا خیلی کتاب آوردم، حتما چون نشسته اوله میخوام یه چند تایی رو فقط نشان بدم، بعدا در مورد اونها گفتگو خواهیم کرد، برای اینکه اگر خواستن دوستان تهیه بکنن یا بخرن یه چند تا کتاب معرفی کرده باشن. بله دوباره معرفی میکنم، چشم، چون جلوی دستم هست. به من یادآوری کنید نارنینی 4 عکس عادل فردوسی پور مرحوم رو گذاشتین. من یادآوری بکنین کتاب معرفی کنم. چشم. ببینم دوستان چیزی گفته باشن از چشم من دور نشده باشه. کمی سرعت بدم. به چی سرعت بدم؟ آرمان سرعت ما لایو قطع و وصل میشه. خواهش میکنم از لطف دوستان، سپاسگزارم. خب درود بر شما، بزرگوارید. فایل صوتی در کانال، بله حتما فایل صوتی رو، هر نشست فایل صوتیش رو در کانال میگذاریم برای کسایی که دوست دارن اونجا بشنون. کانال انجمن هم به اسم انجمن دوستداران شاهنامه البرز. همین فارسی هم توی تلگرام جستجو بزنید، دوستداران شاهنامه البرز. خواهشمندم. هشی کتاب آنلاین، به کتاب گفتین دسترسی نداره. خیلی از کتاب ها PDF هست. خب مسئله این است که ممکنه خیلی از کتاب ها همچنان چاپ بشه، باز چاپ بشه و ناشرها راضی نباشن، ضرر بکنه. از این جهت توی پخش کردن کتاب PDFی من یه مقدار چیز دارم، در واقع موافق نیستم زیاد، مگر اینکه کتابایی که دیگه اصلا چاپ نمیشن، مؤلف از میان رفته و حقوق کسی دیگه نداره. خیلی هست، شما هر جا جستجو بکنید در مثلا کانال هایی هستن، گروه ها و سایت هایی هستن که کتاب های زیادی رو PDF داره، اما در مورد مقالات قضیه متفاوت هست. قربان شما، زنده باشید، زنده باشید. عکس کتاب ها هم میذارم، چشم، توی همین صفحه اینستاگرام میذارم. قربان شما،
قربان شما. خب بذارید پس من این کتاب ها رو الان اگر بحثی نیست این کتاب ها رو به شما نشان بدم. من اینو برگردانم این شکلی. خب ببینید یکی از کتابایی که میخوام بهتون معرفی بکنم اینه. یه مجموعه خیلی خوبی یه مدتی چاپ میشد، نمیدانم ادامه پیدا کرد یا نه، با عنوان از ایران چه میدانم. شاید نمیدونم 100 جلد 200 جلد از اینها چاپ شد. هر کدام رو موضوع خاصی است و یک نویسنده خاصی. 2 جلد از اینها کتاب ها من الان آوردم که به شاهنامه مربوطه. هر دوتا هم استاد جلیل دوستخواه که تندرست و زنده باد در استرالیا هستند نوشتن که شاهنامه شناس و اسطوره شناس و ایران شناس بسیار برجسته و معتبری هم هست. جلیل دوستخواه، هرچه از ایشان دیدید بخوانید با خیال راحت. شناختنامه فردوسی و شاهنامه، خیلی مختصر در 100 صفحه چکیده ای از تحقیقاتی که درباره شاهنامه، زندگی فردوسی، دست‌نویسا اینا هست آمده. این کتاب رو اگر توانستیم، اینا یه زمان خیلی هم ارزان بود، از 1000 تومان و 500 تومان تا 2000 تومان، اگر پیدا کردید در انقلاب شاید باشند اینا. از همین سری از استاد جلیل دوستخواه فرایند تکوین حماسه ایران، یعنی از جنبه دیگری به شاهنامه و به حماسه های ایرانی پرداختند. بذارید ببینم فهرستش هم به شما نشان بدم بعد مثلا ببینید نوع ادبی حماسه، سرچشمه های حماسه ملی از گاهان اوستا شروع کردن، فارسی باستان، سغدی، دری. سوم شده شاهنامه نویسی و شاهنامه سرایی که منثور و منظوم است. یعنی در واقع انگار که اول این رو باید بخوانید، کلیاتی است، و بعدا این کتاب که شناختنامه فردوسی است. کتاب دیگه زندگی نامه تحلیلی فردوسی از زندیات استاد علیرضا شاپور شهبازی، ترجمه هایده مشایخ. این کتاب هم خیلی خوب است، هم در مورد زندگی فردوسی و هم در مورد ساختار شاهنامه، روزگار فردوسی، تحلیل‌های خوب و منابع و ارجاعات و یادداشت‌های خیلی خوب که شما رو میتونه به منابع اصلی‌تر راهنمایی بکنه. کتاب کوچک و کم حجمی هم است. کتاب دیگر که خیلی مهم است و هنوزم که هنوزه از منابع اصلی است، هر چقدر قدیمی هست، حماسه سرایی در ایران زندیات ذبیح الله صفا است. این کتاب ستبر و بزرگی است، اما درباره حماسه های ایرانی و شاهنامه و دیگر حماسه ها و همینطور متون کهن‌تر و ارتباط اینها با اوستا نظریات خیلی خوبی استاد صفا هم خودشون داشتن، هم از ایران شناسان نولدکه دیگران استفاده کردن. این کتاب هم کتاب مرجع و منبع و مهمی است. حتما از شما خواهش میکنم که در کتابخانه خود این چند تا کتاب رو، مخصوصا این کتاب صفا رو داشته باشید. فهرست مطالبش هم البته خیلی مفصل است، مثلا ماهیت و کیفیت حماسه، ببینید این فهرست مفصل، آثار حماسه پیش از اسلام، عهد اسلامی، همینطوری حماسه ها رو تقسیم بندی کردن برای شناخت کلیات حماسه. خیلی خوب است. کتابی که در واقع یکی از بهترین کتاب های درباره شاهنامه هست، حماسه ملی ایرانیان تئودور نولدکه، ترجمه بزرگ علوی. کتاب کوچکی اما بسیار پرمطلب است، نزدیک 110-20 سال پیش توسط یک آلمانی، یک ایرانشناس بزرگ نوشته شده که هنوز تازه و معتبره و بسیاری از حرفایی که شاهنامه شناسا میزنن در تایید این یا احیانا در نقد و رد این است و خیلی کم شاید بشود نظریات کلان جدی داد. ببینید تئودور نولدکه، ترجمه بزرگ علوی، زندیات بزرگ علوی. مقدمه هم از سعید نفیسی داره. خود کتاب خیلی خوب و خاطر انگیزی است. و همینطور این کتاب برگزیده مقالات دانشنامه زبان ادب فارسی که در اون 6-7 جلد دانشنامه زبان ادب فارسی هرچه مقاله درباره فردوسی و شاهنامه و حماسه ها بوده زیر نظر استاد خالقی در این مجموعه گردآوری شده. اگر این هم بتوانید پیدا بکنید نایاب هست، خوب هست که شما رو بینیاز میکنه از اون چند جلد دانشنامه. بعد مقالاتی که دارد رو ببینید، مثلا حماسه، شاهنامه سرایی در ایران، خدای نامه که اینا رو بیشتر دکتر خالقی نوشته. بخش دوم حماسه های پیش از شاهنامه، یعنی در مورد یادگار زریران، در مورد شاهنامه ابو منصوری دقیقی. بخش سوم
خود فردوسی که 2 مدخل خیلی مفصل و مهم داره، حتما اینها رو تهیه بکنید و بخوانید در مورد خود فردوسی و در مورد شاهنامه فردوسی، ساختارش، بینش‌هایی در اون، محتویاتش، تقسیم بندیش که از استاد خالقی مطلق است. بخش 4 شخصیت‌ها و داستان‌های مهم شاهنامه است. ببینید کیومرث، سیامک، منوچهر، سیاوش، هر کدوم رو هم یک نفر نوشته. امید سالار، کزازی، راشد محصل، آیدنلو، خطیبی و حتی چیزهای دیگری هم که در ادامه داره. این هم آخرین کتابی بود که امروز خواستم خدمت شما معرفی بکنم و امیدوارم که بتوانید تهیه بکنید و بخوانید و صدها کتاب درباره شاهنامه هست و من هر نشستم شاید برخی نشست ها دوباره کتاب خدمت شما معرفی بکنم، به شرط اینکه بتوانید پیدا بکنید یا حوصله داشته باشید که بخوانید. خب من دیگه از کامنت ها دور شدم، برمیگردم ببینم چه گفته اید. درود بر شما، درود بر شما. ببخشید اگر من سریع میگذرم و زنده باشید. خب گفتید با توجه به اینکه فرمودید پاره از اندیشه ها شیعه به ایران باستان نزدیک است، آیا با توجه به ابیات شاهنامه تعیین دین و مذهب فردوسی امکان پذیر است؟ بله تقریبا، چون در این مورد هم خیلی بحث کردن و نوشتن. به نظر میرسه اون چی که از ماحصل همه پژوهش‌ها انجام شده بر اساس خود شاهنامه و بیت‌هایی که نه فقط در دیباچه و در جاهای دیگر شاهنامه هم کم و بیش آمده و یه مقدارم با توجه به جغرافیای تاریخی خراسان و توس و نیشابور و شناخت مذاهب موجود در اونها و اطرافیان و نزدیکان و دوستان فردوسی مثل عبدالرزاق و پسر عبدالرزاق و کسان دیگه و خیلی از شرایط دیگری که به دقت بررسی شده و بحث شده، به نظر میرسه که تنها مذهبی که میتوان برای فردوسی در نظر گرفت تشیع هست. یعنی مذاهب دیگه یا ادیان دیگه در مورد زرتشتی بودن، در مورد زروانی بودن، اینها بحث‌های کوچکی شده اما مورد توجه قرار نگرفته، به اندازه کافی دلیل و سند براش وجود نداره. به خاطر همین در دینی که ما برای فردوسی میتوانیم مشخص بکنیم بر اساس شاهنامه و اظهارات خودش و بعد تذکره ها و اینها اسلام است. مذهب تشیع هست. حال اینکه مذهب تشیع 7 امامی بوده یا 12 امامی یا 5 امامی زیدی یعنی اسماعیلی بوده یا نبوده، سر این یه مقدار بحث دشوارتر میشه، اما با توجه به دیباچه و جاهای دیگه گرایشات اعتزالی که مشخص است، گرایشات اسماعیلی هم درش دیده میشه و مشخص است. حالا اینکه به چه شکل و به چه گونه و تصور بفرمایید 1000 سال گذشته تشیع 1000 سال پیش با تشیع صفوی و تشیع امروز باز تفاوت‌های زیادی داره و ارتباطش با ایران باستان چگونه هست و اینها بحث‌های خیلی مفصل و پیچیده و در نوع خود مهم است. گفتین کتاب دایره المعارف را دارم و 23 خداوند کیوان است نه خداوند گیهان و گردان سپر. دایره المعارف چی هست که میگین دایره المعارف رو دارید؟ متوجه نشدم این رو، اما کیوان رو در پیرایش نخست استاد خالقی که داشتن در پیرایش دوم به گیهان تغییر دادن. یعنی حالا توضیح خواهم داد که پیرایش نخست و پیرایش دوم چه تفاوتی دارن با توجه به دست‌نویس‌های بعدی و پژوهش‌های بیشتر و تأمل بیشتر و انتخاب‌های بهتری که ایشان انجام دادن که به اصل نزدیکتر شدن، تغییراتی دادن. به خاطر همین به نظر می‌رسه که اینجا گیهان باشه. حتی گیهان که در واقع کل جهان رو تشکیل میده عمومیت بیشتری داره با گردان سپر تا اینکه یکی از اون سیاره ها که کیوان باشه. یعنی به لحاظ معنی ظاهری هم به نظر میرسه که گیهان درست‌تر باشه، اما اصل دلیل دست‌نویس شناسی است. دست‌نویس شناسی رو ما باید خیلی مهم بدانیم و به اون اعتبار بدیم تا استدلالات و دلایل دیگر. چرا؟ برای اینکه وگرنه راه استدلال و دلیل و علت و سلیقه و پسند آنقدر باز و گشاده است که هیچ موقع به
به هیچ جایی نخواهیم رسید. یعنی نظرها و ایدئولوژی ها و برداشت های متفاوت رو اگر بخوایم برتری بدیم به دست‌نویس های کهن، اون موقع اصلا با یک متن دیگری روبرو خواهیم شد، نه شاهنامه فردوسی. فرمودید واژه مینوی، آیا اگر مینوی گفته شود که بعد معرب و معنوی شده؟ میگن البته که این مینو، واژه مینوه دیگه، معنیو اوستایی است که بعد به شکل مینوگ و مینوگ با یای مجهول و مینو در میاد. خب اونجا هم ریشه خودش رو شاید در عربی داشته باشه، من نمیدانم. معنا و معنی احیانا ریشه‌ای در زبان‌های سامی داشته یا نداشته، در زبان‌های سامی، آشوری، بابلی، آرامی، اینها. اگر نه ممکنه که وام واژه‌ای بوده، بله، از زبان‌های ایرانی میانه یا باستانی که مینوی شده باشه معنوی. بعد باید اینو در نظر بگیریم که مثلا مینوی یایی که ما داریم استفاده میکنیم با این شکلش بیشتر به دوره نو برمیگرده دیگه، در دوره میانه خیلی این شکل رو نداشته. بس دشواریست، من نمیدونم. خب بعد از هر جلسه یک جلسه لایو گفتگو بگذارید سریعتر پیش خواهیم رفت. اون گفتگوهای شب‌های شاهنامه رو من از این داستان جدا میکنم البته، یعنی که این نظم خودش رو داشته باشه. حالا گفتگوها ماهی یک بار در روز دیگری مثل چهارشنبه مثلا. دوباره گفتید که معرب شده به صورت معنوی نه، تلفظ مینوی که مینوی است، یعنی اصلا با عین نیست در دست‌نویس‌ها که ما بخوایم اون رو معنوی بگیم. مثلا مینوی چیز جای خود رو داره و معنوی جای خودش رو داره. هفت سیاره رو گفتید، همون هفتان رو دیگه، از کیوان شروع میشه، از بالاتر میاد. خورشید هست، ناهید هست، برجیس هست، البته دومی برجیس هست، من دیگه ترکیبش رو فراموش کردم. کیوان، برجیس، خورشید، ناهید، تیره و هفتمی که ماه. یکی هم این وسط هست، یکی دیگه هم هست. خب گفتید نام و روان استاد نام. واقعا آره، خوب شد که شما گفتید این جلسه رو اصلا تقدیم میکنیم به روان زندیات مسعود گلزاری که از یاران و همراهان همیشگی انجمن ما بودند. متاسفانه در یک هفته گذشته از دست رفتن. امیدوارم که راه ایشان که سربلندی ایران بود پر رهرو باشه. کتاب ها رو دوباره میذارم. چشم. آخه پرسش و پاسخ رو باید بذاریم، اگر نذاریم بعض دوستان چجوری پرسش بکنن. آره، بعد 2 تا لایو میشه دیگه، مثلا کسانی که دوست داشته باشن مثلا فقط نشست ها رو نگاه بکنن 1 ساعت بیشتر هم. خب خیلی ها گفتن خسته کننده میشه دیگه. گفتی آیا مهم هست به دین فردوسی اهمیت بدیم؟ از نظر خیلی ها نه، ولی خب یه پژوهش‌های ریزی هم هست، علاقه دارن انجام بدن در هر، انقدر فردوسی مهم هست که دوست دارن در زندگی شخصی و فکری اون. اما اون خودش خیلی دخالت نداده. بله، فردوسی خودش خیلی نظر و عقیده شخصی، دین و مذهب و پسند خودش آنچنان که به نظر میرسه میشد یا خیلی ها میکردن در متن شاهنامه دخالت نداده و این نشون میده که چه فرد وارسته‌ای بوده و میدانسته چه کار داره میکنه و در واقع رنگ و بوی خاصی به شاهنامه. اما در دیباچه بالاخره مشخص کرده دیگه، در دیباچه و جاهای دیگه اینها رو مشخص کرده. حالا به هر حال به هر دلیل حالا بحث خواهیم کرد دوباره. گفتید که واژه جان من خواندم تغییر شکلی یافته رخت گیان هست. بله، جان خب جدید هست و در پهلوی گیان بوده. در زبان‌ها و گویش‌های دیگر ایرانی مثل کردی هنوز گیان هست که با همون گی که عرض کردم به معنی زندگی هست در ارتباط هست، همون واژه است. یا واژه زن هم ریشه است. زن و نه، زن رو فکر نکنم، نه، زن ریشه دیگری داره، با زایش فکر میکنم، با زایش در ارتباطه. بله، گیو هم که پهلوان هست با گاو در ارتباط است و همون.
نشست ها هر هفته دوشنبه بله آرش اعلام میکنه دیگه 21 و دوشنبه ها 21 و 30 دقیقه. شاید که دایره المعارف، چاپ دایره المعارف، ببخشید آقای گودین تاک. بله خب در پیرایش تازه به گیهان تغییر داده. بله من عرض کردم از روی پیرایش تازه ایشان میخوام، یعنی نظر نهایی استاد خالقی برای اینکه 20 سالی بیشتر فاصله 20 سال بین پیرایش نخست با پیرایش دوم، دهه 60 پیرایش نخست رو چاپ کردن، اول در نیویورک بعد در دایره المعارف. و ما الان در پایان دهه 90 هستیم، یعنی 30 سال تلاش و بازنگری و تحقیقات دیگران و اینها و دستنویس های جدیدی که پیدا شد و به کار گرفته شد باعث شد که دکتر خالقی مجبور باشند که دوباره شاهنامه رو بازبینی بکنن. البته دوباره کرده بودن 3 باره و 4 باره، اما برای بار دوم پیرایشی به دست بدن که ما مبنای کار ما برای خواندن شاهنامه و برای اینکه بگوییم نظر خالقی این است، پیرایش تازه است. بله خواهش میکنم خب بحث شخصی، البته خب بحث شخصی نیست. ببینید خب بالاخره هر نویسنده‌ای، هر سراینده‌ای، هر دورانی، هر روزگاری، هر ملتی، هر قومی خب جهانبینی داره، ایدئولوژی داره، دینی داره، مذهبی داره که در شناخت اونها کمک میکنه. ما برای شناخت شاهنامه خیلی نیازی نداریم، ولی برای شناخت فردوسی که بحث مهمی است، خب ایده او، زندگی او، مثلا بررسی میکنن پسرش، دخترش، شغلش، مال اموالش، چرا پیر شد، ناتوان شد، چرا مناسباتش با غزنویان، با سامانیان و با دیگر شعرا. اینها بحثایی است که از نظر شاهنامه شناسان ممکنه مهم باشه، اما از نظر خیلی هم خیلی جذابیتی نداره، به دنبالش نمیرن. به خاطر همین اینی که نه خیلی شخصیه، نه خیلی بی اهمیت، نه چندان با اهمیت دیگه. این 7 سیاره جهان باستان 7 سیاره جهان باستان نیست، در واقع بعد از اسلام هم هست. ببینید حالا بعداً خواهم گفت، برای اینکه آفرینش هستی هست بعداً خواهم داد، اینا رو مفصل خواهم گفت. برای اینکه 12 برج مطرح میشه و بعد 7 سیاره میاد و همه اینها با هم یک نظامی رو میسازن که بخشی از اینها در همین دیباچه اشاره میشه بهش. حتما چشم. شاهنامه‌ای که میگین تصحیح پرویز عطابکی دارین شاهنامه فلورانسه، یعنی عطابکی شاهنامه شاهنامه ژول مول عطابکی تصحیح کرده و مقدمه خیلی مهمه و خوب ژول مول رو ترجمه کرده، در جلد اولش آورده، بقیه هم که با فلورانس خب قدیمی تره دیگه. فلورانس اون موقع پیدا نشده بود زمانی که ژول مول کار رو انجام داد. دستنویس فلورانس دستنویس مهم 614 کهن‌ترین دستنویس هنوز پیدا نشد. بهرام، اون یکی بهرام بود، آره، مریخ، مارس یا بهرام، بله، جنگجوی فلک. گفتید منظورم تلفظ مینوی درست‌تر باشه یا نه مینوی یا مینوی یا مینوی، از این نظر منظورتون بود؟ بله به نظر میسه که مینوی درست باشه. حالا اینکه مینوی هم خوانده بشه خب زبان فارسی تغییراتی انجام داده، اشکال نداره، اما مینوی درست است. حالا بعد میبینیم در شاهنامه یک تلفظهای خاصی ما داریم، مثلا خیلی از تویی ها توی بهتره که خوانده بشه، در قافیه هم این رو به ما نشون میده، با مثلا مینوی هم یا مینوی در حال بهتره دیگه. خب گفتید 1.5 ساعت برای خوانش، نیم ساعت پرسش پاسخ بهتر بود. خب البته امروز چون نیم ساعت اول ما گفتگو کردیم متن کمتری خوانده شد. من در گذشته آخر یعنی دوره قبل هم همینطوری بود، 1.5 ساعت میخواندم و نیم ساعت پرسش پاسخ. قرار شد که فعلا 1 ساعت باشه برای اینکه در یک لایو بگنجه و خسته کننده نباشه. حالا تا پیش بریم ببینیم چه میشه. گفتید که شاهنامه را در اینجا ندارم، فایل چه
آها از چه سایتی؟ شاهنامه از سایت نمیتونیم بخریم فکر نکنم. خود شاهنامه چاپ شده رو باید بخرید. پی دی اف شاهنامه خریدنی نیست. این پیرایش‌های تازه شاهنامه پی دی اف نشده تا اونجایی که میدونن. مخلصم شهاب جان. خب ما هم مشتاق دیداریم. با نقد عقل محض کانت، من خب نمیدونم دقیقاً که نقد عقل محض کانت چیه، یعنی بحث‌های فلسفی، اما حالا یه مقدار جلوتر بریم چون ستایش خرد داره. خرد رو ببینیم کامل، دیباچه رو باید ببینیم و بعد کل شاهنامه که بعد شما بتوانید بفهمید که خردی که شاهنامه ازش نام میبره چگونه خرد. اینها رو من با توجه به خرد در اوستا و متون پهلوی و متن مهم مینوی خرد در بخش ستایش خرد سر جای خودش عرض خواهم کرد. بله، یولمول، نشر الهام، درسته. خیلی خوب. اگر اجازه بدید که بنده از خدمت شما مرخص بشم اگر پرسشی نیست. گفته این درسته که فردوسی را شاعر دربار بدانیم؟ خب نبوده، شاعر دربار نبوده فردوسی. البته در برخی از تذکره ها و متون کهن آمده که فردوسی به دربارهایی رفت، از جمله یا دربار محمود غزنوی یا دربارهایی در طبرستان و جاهای دیگه، اما خب امروزه مشخصه که اونها اشتباه بوده، افسانه است و فردوسی در هیچ درباری زندگی نکرده، شاعری نکرده، ارتزاق نکرده. به احتمال زیاد هم حتی به دربار محمود هم نرفته که یک سر بزنه و شاهنامه رو بده. احتمالاً فرستاده باشه، برده باشند. پس آنچه که ما امروز میدانیم این است که فردوسی شاعر درباری نبوده، شاعری نبوده که در دربار زندگی بکنه، حقوق بگیره. هیچ درباری، نه محمود نه در دیگران. شاعری بوده که البته کاملا گسسته از سیاست و حکومت ها نبوده، بیشتر به یک حکومت محلی که در آغاز گسترش و شکلگیری خودش از هم فرو پاشید به نظر بنده البته وابستگی داشته و اونم حکومت کنارنگیان در طوس و در خراسان بود که هیچ موقع کامل مستقل نشد و جان نگرفت، یعنی در پایان دوره سامانیان و آغاز دوره غزنویان و در درگیری بین این خاندان ها و از آن سو ترک هایی که از آسیای میانه آمدن و درگیری و نبرد و آشوب بسیار زیاد، یک حکومت دولت نیمچه دولت محلی بسیار ملی و ایرانگرایی که ابو منصور عبدالرزاق بود و پسرش امیرک منصور و معمری وزیرش و کسان دیگه که بعد دقیقی و فردوسی و گردآورندگان شاهنامه ابو منصور و بقیه اینها میزیستن در این فضا. اونها خب در آغاز شاهنامه خیلی نقش داشتن، اما در ادامه شاهنامه و در انجام شاهنامه دیگه اونها حضور آنچنانی نداشتن. عبدالرزاق مرده بود، پسرش مرده بود و کنارنگیان حل شده بودن و در واقع فضای خراسان کامل به دست محمود و برادرش نصر و بعد ارسلان جاذب و دیگران افتاد و سامانیان هم از هم فرو پاشیدن. از این جهت به نظرم بله این پاسخش این است که نه نبود. خب قربان شما آقای قراگزلوی عزیز، محبت دارید. ببینم اگر سخن دیگری نباشد. خدای خودش رو به اسم خاصی نام برده؟ نه، میبینیم یه واژه هایی به کار میبرد مثل یزدان، خیلی از یزدان، از آفریننده، واژه های کلی که البته تا اندازه‌ای واژه به لحاظ زبان شناسی به ایران باستان و به دین زرتشت برمیگرده، اما هیچگاه اهورامزدا یا الله یا یهوه به قول شما هر کدوم از اینها رو به کار نبرده. حالا یا عمدی داشته برای اینکه تکیه خاصی نکنه، یا اینکه در واقع زبان شاهنامه، چون زبان و موضوع شاهنامه ایران باستان هست، زبان خودش رو هم با همون زبان شاهنامه و شخصیت‌های شاهنامه همسو کرده که شخصیت‌های شاهنامه همه ایران باستانی بودند و با اهورامزدا سر کار داشتن. اما از این جهت هم که تکیه زیادی به زرتشتیگری نکرده باشه و در سده 4 دوره اسلامی مکافات‌های جدیدی براش ایجاد نشده باشه، بر اهورامزدا و همشاسپندان و مفاهیم زرتشتی هم آنچنان آشکار و زیاد هم اشاره نکرده. آنچنان که مثلا در
1000 بیت دقیقی میبینیم یا در جاهایی که از زبان در جدل‌های مذهبی است. بله، نکته مهمی است. تندرست باشید، زنده باشید، زنده باشید. درود بر شما. لرستان هستین. درود به همه لرستانی ها برسانید. شب شما خوش. خدا یار و نگهدار شما تا نشست دیگر.